أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله و برکاته. برادرای اسلامی و برادرای ایمانی، همتون به خونه خدا خوش آمدید. چخیلی که به ما و شما معلوم بود، سلسله بحثامون از زمینه آیه مبارکه رقم 183 امروز شروع می شود. پاره دوم قرآن سوره بقره. به شما خیلی معلومات ها از این آیه ها رسانده شد. مقصد چنین معلومات خودمون و معلومات علمی. شما نقض دانستین که اصلا سوره بقره سوره انسان شناسی است. اصلا سوره چی است؟ انسان شناسی. کسی خواهد که آدم همه شناسه سوره بقره را خوشرو تفسیرش فهمه. کسی سوره بقره را وقتی تفسیرش که فهمید و انسان را میشناسه، آدم را میشناسه، برای آن که یک باره بخش اول از متقین بحث می روه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. یعنی هدی للمتقین کیه؟ در اینجا میگه که متقین ابن عباس، منصفین، کسای انصاف دارن. در اینجا تقوا را به چی تفسیر کرده؟ انصاف. این قرآن کدام مردم نجات میتیه؟ انصاف داشته باشن. 100 روز نماز خانه و 10 سال روزه گیره و 100 بار حج رو انصاف نداشته باشن، قرآن رو هدایت نمیکنه. همین نوزیکی های ترمین میگن، ترمینالوژی قرآن فهمیدن در کاره. میگه هدن للمتقین. کی را این قرآن راه نشان میده؟ وقتی که انسان میشنه جی پی اس میزنه که فلان اولید من باید برم، همین میبره میگور برده این گردش اینجا برده نقطهش تا میرسونه. همین هدایتش میکنه. همین جی پی اس قرآن هم کی را هدایت میکنه؟ همون آدمی که یکم خصلت چی داشته باشن؟ انصاف. تا انصاف نباشه تو هدایت نمیشه. ولی درباره انصاف اگر ما صحبت کنیم خیلی 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 بخش در کاره و در اونجا خداوند 4 آیت یا 5 آیت هم میگه در اونجا اهل انصاف کیا هستن. یکم کسایی که نماز میخونن، دویم کسایی که ایمی ریزقی با خدا دادگیشان یک بخشکشانه برای بیچاره کمبغلا جدا میکنن. سیوم کسایی هستن که گذشته را حرمت میکنن. یعنی پیش از جناب پیغمبر تورات بود، پیش از جناب پیغمبر انجیل بود، زبور بود، 124,000 پیغمبر بود. همین ویار باید حرمت کنیم. ما هم باید گذشته همون حرمت کنیم. پیش از ما باباهامون بودن، اوها آباد کردن این منطقه ها را، اوها سهمی خشان چنی خشان موندن. باید ما نگویم که ویا هیچ کار نکردیم، ویا سبب شدن ما به دنیا آمدیم، ویا سبب شدن ما کلان شدیم. یکی از انسان‌های اهل انصاف کسایی بوده که چی به دستیان؟ بما انزل الیک. هم قرآن شونده باور دارن، هم دوره ده، هم گذشته ده باور دارن که بدن همیا. بعد از او انا این کارو را که کردن میگه اولئک علی هدی من ربهم. انا همیا اکنون هدایت مییابند. انا میان انصاف کار. اولئک هم المفلحون. انا اکنون اینها در اسب هدایت سوار شده‌اند، به سوی فلاح میروند. فلاح چرا میگن؟ نجات، پیروزن. یا اگر در همین آیات ها فکر کنید نه یگان بحثی، یگان بحث نیست. اگر کسی همین خصلت ها را داشته باشه او هدایت یافته. در اینجا نه بحثی تو این کار نکن، تو اون کار نکن، تو چوه این کار میکنی، تو چوه اینه. همین کسی اینمی بخشا را کنه اهل انصافه. وقتی که کسی این بخشا را که کرد اهل انصافه، شما آدمای با انصاف طبق همین خصلت ها اک میشناسید. معلوم کردیم ما کی بدیم آدمای با انصاف. بعد از این سر میشه این الذین کفروا. کیان کافر؟ و یا چی ترسانی چی نترسانی و یا باور ندارن. این آیت 3 آیت بعد این برای اتئیستا است. او کسایی که با پررگی خدا دا باور ندارن، با پررگی دین دا باور ندارن. همه این بحث‌های دینی را، چی مسیحیت، چی یهودیت، چی بودیزم، چی اسلام، چیزی میگی نمیگی، میگه این یک اسطوره یا افسانه. اینو بیزار کردن اوسانه هاشون هیچ نیست.
یک اوری سیاه بوده کفید، یک بخشش ستاره شد، مگر بخشش کوه شد، یک بخشش دریا شد، یک بخشش ستاره شد، یک بخشش انسان شد. آدم اولیوسش ای چی ای میمون ای چون میکنه شما؟ بزرگای ما پیش میمون بودن، همین خیلی آمدیم بعدی مرگ ما یگان پرسش نیست، ما همون تا خاک میشیم میریم تمام. دویم بخشی که در سوره بقره هست برای اتئیست، کسایی که بی خدا هستند. سوم بخش 16 آیت پی هم برای منافق. برای کی؟ منافق نه مسیحیه نه یهودی. منافق ای میدونی مسلمان های. منافق یهودی نیست، منافق مسیحی نیست، نصرانی نیست. منافق نمی ایدرینی خطای 16 پونکتی منافقه سوره بقره میگه کیه؟ در همونجا بخشش همه بیاره کیان. در همینجا منافقا رو خدا چی میگه؟ الله و اذا خلوا الی شیاطینهم. ما در قرآن 50 کلمه شیطان داریم، یک تای همه منافقان. و اذا خلوا الی شیاطینهم، منافقا وقتی پناهی پیش شیطاناشون میرون، شیطانای و یا آدم ایوخی. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا اینا معکم و قطی شمویم. ما فقط در بین اونها میریم مسخرهشون میکنیم. لباس مسلمان قدی، ریش مسلمان قدی، توقی مسلمان قدی در صفشون میشینیم، نماز هست، روزه هست، قطیشون همه جا بجاییم، نه که ما در پناهی قطی شمویم. منافق ایدرین خدمونه. برای همین منافق در 8 جهنم میسوزه. تمام جهنم در منافق هست. یهود یک جهنم داره که نام جهنمش سعیره. مسیحی ها یک جهنم داره، نه که منافق 8 جهنم داره. منافق در همه جهنم میسوزه. فی درک اسفل من النار میگه خدا، در بین جهنم میسوزه. میگه در همه جهنم ها در بینش منافقا بودیان. برای که منافق ای خمونه یخی، ای خمونه. پدر مسلمان، مادر مسلمان، نان مسلمان، عینکای اسلام به دنیا آمده، نانی مسلمان خورده، کلان شده، همه جای نکیم 16 پونکتی منافق در وی هسته. حضرت عمر میپرسن که حضرت منافق چیست؟ میگن منافق از نافقه گرفته میشوه. نافقه جانداری را میگن که چند خانه داره. ما کرموش میگیم، هم خیلی کلمه داریم، من کرموش چند خانه داره. یکی میبینی که ای خونش خاک پرتوفته است، یکی میبینی که ای خونش خاک پرتوفته است، یکی میبینی که ای خونه خاک پرتوفته است، نه که لونش یا تهای. منافق نافقه بده که جانداری بده که عرب را نافقه میگه، خمون کرموش میگه. یعنی گوی ای خونش کلش میبره، گوی ایجا، گوی ایجا. معنیش خوب فهمیدی اکه؟ هیچ معلوم نیست. همین 2 رویه و 3 رویه و 5 رویه، همین روش معلوم نیست که چیه وای. یعنی دم میبینی این خیل تو میخره، دم میبینی این خیل جای ضرورت با پرگی دور میزنه. برای همین ما در قرآن یک سوره با پرگی منافقون داریم. در قرآن یک سوره داریم، نامش چیه؟ منافقون. پیغمبر مدینه ای دست منافقا عذاب کشید. پیغمبر در مکه ای دست منافقا عذاب دید. همین زنش کی تهمت کرد باز اینا؟ منافقا. سردارشان عبدالله ابن ابی بود. می اومدن در پرش میسودن، غزوه ها در غنیمت این و آن همین نگاه میکردن، 100 خوبی را بجا میکردن، یک بدی را میگفتن اشکار میکردن. انمی منافقه که خصلتاش نمیاد. اکنون سوره بقره بده مسلمان اهل فلاح، بده اتئیست، بده منافق. بعد از این سر میشود تمدن یهود. تمدن چی؟ یهود. ما درباره یهود قدی شما بحثای کلان شدیم که اینا کیا هم. اکنون شما یوریو رختا میدونه کیا. تا تمدن یهود نآموزیم یگان تمون یگان جا نمیرویم. نام موسی در قرآن 160 بار آمده، نام جناب پیغمبر 5 بار. موسی پیامبر کیه؟ یهود. 160 بار نامش آمده. ما را میگه ای مسلمانو شما یهود آموزه، تاریخ یهود آموزه. 13 میلیون اهالی که امروز در اسرائیل زندگی میکنن، 13 میلیون اهالی که امروز در یک ولایتچه زندگی میکنن، فوکش در تمام دولت هسته. کجای دن که اینا نیستن؟
کجا که فوک همیو نباشه، کجا که فتنه همیو نباشه، کجا که ریچکای اساسی دست یاد نباشه. یک مرتبه ببینید با چشم سر بینین که چی گونه ملتی هستن که ما تمدنی و یا را نمیخوایم آموزیم. چی با نمیخوایم؟ باید دانیم ما یا چی میخواهم. 13 میلیون فوکش در تمام دنیا هست امروز. کجای دنیا نمیری فوک یا نباشه. تمدن این در سوره بقره، همون بقره گاوه یاخی، همون گاوه که در بنی اسرائیل بود. موسی پیامبر نامش 60 جا آمده. 70% سوره بقره فقط و فقط برای یهود گپ میزنه. 70% سوره بقره، 27% قرآن برای یهود گپ میزنه. زیاده از 900 آیت برای یهود گپ میزنه. ما مگرانیم اگر 900 آیت باشه تقسیم کنیم قرآن همی 6000 آیت زیادتره. از 6 حصه یک حصه قرآن برای یهود گپ میزنه. کسی که یهود جدی نمیگیره یک حصه قرآن از همون 6 حصه جدی نمیگیره. بینین که سوره بقره همون گاو برای یهود. اولی عمران پدری حضرتی کی موسی علیه السلام، بابای عیسی علیه السلام. بعد از او سر میشوه سوره نساء، در داخل او با بحث سر میشوه. بعد از اون میریم کمتر پیشتر که رفتیم بحث سر میشوه. ما در قرآن داریم سوره با نام بنی اسرائیل، داریم هم سوره در قرآن، داریم هم سوره بنی اسرائیل. کمتر دیگه پیشتر میریم در قرآن داریم سوره حضرت یوسف. سوره یوسف کیه؟ یوسف فرزندی کی بودو؟ از همون 12 تنی که یهود به دنیا آمده. یکی از همونها اولین پیامبرشان یعقوب نبی، آخرین پیغمبرشان عیسی مسیح. امروز دنیا را ببینین چی خیلی. سوره بقره را کسی اگر خوب دونه دنیا را میشناسه. سوره بقره را کسی خوب دونه جهان را میشناسه، ملت را میشناسه. یگانه ملتی که 4000 سال تاریخ داره این یهوده. 4000 سال تاریخ داره، 7000 پیغمبر داره. در علم تاریخ یک بحث هست با نام گالوت. اگر شما گالوت زنی در علم تاریخ بعد از او بعد خط میزنه و معنیش میبروید. ملت آواره و کوچمنچی کدام ملت میگن؟ نام این چیه؟ گالوت. ملت های آواره و کوچمنچی که یک عمر آواره دنیا بودن، یکو میگه یورید. اینو آواره بودن، اینو کوچمنچی بودن، اینو گدا بودن، اینو هیچی نداشتن. فقط کجای میرفتن؟ فتنگری جنجال، بازی طلا و بازی الماس و بازی پول دست میاده بود. فتنه ها مینداختن. حتی چندین شاه های دنیا ایو را گنتیت کرده. یکیش بخت و نصر، همتون میدونید. برای همین ما ایو را باید آموزیم زندگیشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر یک مار یا موشه که در زمان پیغمبرای یهود از این هیلچه برآمد و به این هیلچه درآمد، انا همون مار و موش از در زمان امتی من از همون هیلچه میگذره و به این هیلچه میدراید. معنیش چیه؟ چی گپی که در بنی اسرائیل شد او را امتی من میبینه. یکی از اون دیدنش کدامه؟ حضرت زکریا را کشتن، حضرت یحیی را کشتن، 400 پیغمبر را کشتن در پیش بت بعل. 400 پیغمبر در پیش بت بعل کشتن. چقدر موسی پیامبر آزار دادن. حضرت عیسی را سور کردن، عثمان رفت، اما به عقیده اونها میگه به صلیب کشیدن. چی بین چقدر غم دادن. آیا همین در اسلام رخ داد؟ چرا نه؟ حضرت عمر را کی کشت؟ چی ما خلیفه کش نیستیم؟ همون نمازخوان کشه. در صف یکم بود، 10 سال قفاش نماز خوند. روز کشیده تیغ زد چه نمورد، شهید محراب نشد. دویم حضرت عثمان کی کشت؟ ما نکشتیم. ما یهود چی کمی داشتیم دم دوره. خدا میگه، پیغمبر میگه چیزی در یهود شده شما میشوه. دویم حضرت عثمان کی کشت؟ انا همون 5000 سپاهیه که به احرام مکه در آمدن، به احرام مدینه در آمدن. نباشه مدینه در آمدن به یراق من بود، به یراق در تگ احرامشان به جا در آمدن که ما حرم پیغمبر حج آمدیم زیارت کردن. حضرت عثمان زلوج نگرفتن. 5000 انا همون خوارجی که حضرت به قتل رساندن. حضرت علی را کی کشت؟ یهودی ها کشتن شو مسیحی ها؟ مسلمان خمون کشت.
نماز میخون، قرآن میخون، اذان میگفت. نمازی بامداد آمد، حضرت یه ضربه زد مرد. حضرت حسین کی کشت؟ حضرت حسن کی کشت؟ چیزی که در بنی اسرائیل شدگه در ما هم شدگه. همین روز بینین که مسلمان نابود نمیکنن، مسلمان نمیکشن، مسلمان تحمد نمیکنن، چی بلاها در سر دیگر نمیبیارن. تا سوره بقره را نخونیم، تفسیرش نفهمیم، والله ما آدم ها را نمیشناسیم. بعد از این تمدن یهود تمام شد، بخش هایی که از یهود تمام شد، ما بخش های احکام آمدیم. آیه های چی در رسیدیم برادران؟ ما احکام ده. دینا آیت مرده بود، آیت وصیت بود، آیت قصاص بود، همش ما بحثش کردیم. اینا رو میگن آیه های یوریدیکی قرآن. ما بخش های تاریخی را گفتیم، تمدنی را گفتیم. یهودا به درجه گفتیم که هیچ جوش نموند دیگه. ما باید دشمن شناس باشیم، باید ما دشمن شناسیم، باید ما نگاه کنیم که چی میگه دین ما نسبت او، چی به نام فرعون در قرآن زیاد میبیاید. به عقیده یهود آخران شاهی که از بنی اسرائیل میبیا دنیا را میگیره، نام او فراعنه فرعونه. چی به قرآن که فرعون میگه؟ اینا عقیده دارن که آخران ملکه که میبیا که دنیا در دست اونها های، تمامی ثروت دنیا در دست اونها میشوه، از همون ملکه با نام ایزابلا به دنیا میبیا. امروز ملکه انگلیس هم میبینی در دست عصای طلایی، بالای سر دهن همون گنجینه تاجی پر از طلا، همون تاج ستاره هاش 12 دانه، 12 تا فرزند یعقوب نبی. میگه از من میبیا آخران همون مهدیه که او منتظرن به دنیا، ما تمام دنیا را میگیریم. چون از فرعون قبس میکنه، قصه میکنه قرآن. میگه که برای اون فرعونی که یهودا نس کرد، این فرعونی را ما به دنیا میبریم که یهودا نجات میده، برای برقص همون نامش میمونیم. چی به اینو به حکمت نیستن برادر، این چرا نغز ما باید آموزیم. اکنون یک بخشی که هستن، این بخش چی میگن؟ احکام. احکام چیه؟ مسئله یوریدیکی. یک بخش یوریدیکی مرده بود، یک بخش یوریدیکی وصیت بود، یک بخش یوریدیکی برای ما و شما قصاص بود. یک تا به یک تا گفتیم دادیم. اکنون امروز یکی از بخش های یوریدیکی ما هست در این آیه مبارکه صیام. صیام اصلا چی را میگن؟ روزه که ما میگیریم یک بخش آیه احکام. نستعیذ بالله. یا ایها الذین آمنو، برای اهل ایمان نشانه فخره. کسی که ایمان داره نشانه فخره. یک انسان پیشش بگو که السلام علیکم استاد، یک قوت گوش میگیره. السلام علیکم برادر اسلامی، یک قوت گوش میگیره. اینجا خدا میگه ای اهل ایمان باید یک قوت گوش گیره که خدا موقع گپ زده است. این آیه مدنی بوده، در مدینه نازل شده. هر آیه‌ای که با یا ایها الذین آمنو به انم ایمان سر میشه، این در مدینه نازل شده، برای که مدینه مرکز ایمان شده بود. اکنون هر آیه‌ای که در اولی اون ناس میبیا یا ایها الناس، این در مکه نازل شده، برای که مکه مرکز ایمان نبود، شرک بود. برای من خدا میگه مردم، اما اینجا میگه ای اهل ایمان. معلوم بوده که روزه در مدینه فرض شده بوده. کتیبه یعنی فریضه یا وجیبه بر شما کتابت شده است. خداوند نمیگه کتبه. بینه کتیبه میگه صیغه قطعی، میگه که کننده کار نامعلومه. کتابه شده است برای شما همین کار. یا آدم میگه که من درس میخونم، میگه وقتی که تو که درس میخونی برادر، برای تو کتابت شده است که تو 8 باید بیایی. برای تو قانون شده است که تو باید ساعت 5 درس دانیخه شوه. برای تو قانون شده است که تو ام بی میکنن. برای تو قانون شده است که این کارا میکنن. برای این است. یا آدم میگه من دکتر میشم، برای تو میگه واجب میاد، برای تو ضرور کرده شده است که تو باید این کتابا را خونی، این کتابا را خونی، این کتابا را خونی. تو باید ای خواب بزنی به این درجه رسی. خدا میگه برای شما شده است. این خیلی نیست که حوزی میکنم، این شدگی هست. چی با؟ در زمان موسی پیغمبر روزه بوده، در زمان همه پیغمبرها روزه بوده. خدا حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که برپا دار نماز و روزه گیر. روزه در عهد حضرت ابراهیم بوده. شما در این چی هست؟ وقتی تو دعوا میکنی که من ایمان میبیارم، وقتی تو دعوا میکنی که من مسجد میبیام، به طهارت نمیدروی. وقتی تو میگی که من مسجد میبیام، نماز نمیبیایی. وقتی میگی من مسجد میبیام، غیبت نمیبیایی. خدا میگه وقتی که
تو دعوا میکنی که من ایمان دارم، اکنون بیس میگه که دتم رمضان رو فرض کردم. ایمانی به رمضان قبول نیست. یا آدم هست که گوه که من در سر چنبره که روی ماشین میشنم پروا ندارم، همین قضاره کنه همون ناظر منطقه را ناظر راه گیره همون جوابش میتیه، میگه خیلی اکا خونه مونده من دارم 6 ماه خوندم 6 سال خوندم، میگه اکا نداری فرو محکمت میکنم. خدا میگه که وقتی تو ایمان داری روزه نداری، میگه دعوا در کار نیست ایمان داری. تو روزه که نداری میگه تو ایماندار نگیر، خطا میگه آخه چی دعوا کردستی؟ بیننده یک نعمتای هسته. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام. صیام چی را میگن؟ امساک، خودداری، امساک مطلق، خودداری از ناشامیدن، ننوش، نخور، بزن نزدیکی نکه این کارا. فرق روزه ای تمامی عملهایی که در اسلام هست در چی ای؟ تمام عملهای اسلام برای کردنی ای. نماز خوان، زکات، صدقات، حج کن، عتت حرمت کن. اما روزه چی میگن؟ نکن. همه عملهای قرآن برای کن میگه، روزه چی میگه؟ نکن میگه، ننوش، زن تا چقه نشو، نکن. اساس روزه برای چیه برادرها؟ اساس روزه 90% روزه را فاسد میکردگیش معنوی هم. در حضور جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام مرد میشینه و یک انسان دشنام دادن میگیره روزدار بوده. رسول الله خونهشان یک طبق خرما را میبرن در پیششان میمونن، میگن افطار کن، میگه روزدارم، میگه روزه بوده تمام شد. یکی از فاسدات روزه چی بوده؟ حقارت. این مردم گمان میکنه که فقط همین نمیخوری و نمی آشامی زن تقشوق نمیکنه، همین 3 کاره. او میگم دشنام داده رسول الله مرداد گفت بخور، گفت من روزه دارم، گفت روزه تمام شد، تمام شد. تو چه خیلی روزه داری؟ گفت بخور. گفت انامین صیام میگن. صیام چه؟ امساق مثلی ای چی؟ نخوردن، نه آشامیدن، بزن نزدیکی نکردن. این همین 3 چیز شریعت میگه که میکنی که اینا میگن احکام یوریدیکی مسئله شد. اما از جهت معنویات 90% کارهای هسته که با زبان و با چشم و دست شنیدن تعلق داره که روزه را ثوابش باطل میکنه. جناب پیغمبر گفتن که بسیار انسانایی هستن که غیر گشنه ماندن هیچی ندارن در رمضان. گفتن چی با؟ گفتن تا بگرخشان به هیچی گشنه میمونن. چیکار میکنن اونها؟ گفت نه دشنام و حقارت و غیبت و دزدی و کارو دست نمیکشن. همین خشن بیچاره فقط چیکار موندیان؟ گشنه موندیان خلاص. چون میکنن خیلی خشن غم داده. گفت حضرت فخری رازی گفته است که روزه به معنای قوی کردن اراده است. چیه؟ قوی کردن اراده. یگان جای قرآن رنگی آیه های روزه خدا آدم نصیحت نمیکنه، رنگی میگه که اوتا بچه را نصیحت کرده. یا ایها الذین آمنو، ای علی ایمان برای شما واجب کردم رمضان، پیش از شما این رمضان بود تا پرهیزگار شوی. نترسی ایاما معدوده، یا چند روزه؟ چی میترسی؟ 30 روز یا 29 روز؟ شما میترسی برای همین؟ کسی که خیلی یافت روزه گیره کسل افطار کنه، مسافر شد افطار کنه، زنکایی که تولد کردگیان شیر دادن نمیتونن افطار کنن، موی سفیدایی که کسلن شیخ فانیان قوت ندارن افطار کنن. بعد از اون میبیاید یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما سبکی میبیاره. خدا شما دو وزبی نمیبیاره، تکبیر گوی خدا را این کنه با میبیاره. و انت صوموا خیر لکم، ای مسافر اگر روزه گیره در سفر برای شما خوبه، اگر افطار کنی برای شما یگان جنجال یگان چیزی نیست. و اگر شما تطوع گیره با خیر گیره مقصد دیگه برای شما خوبه. ایام معدودات، اگر قضاش گیره یه روز دیگه بره با قضایش گیره وقتی که هم خیر کردگی. همین آیه مبارکه که در برای رمضان تمام قرآن که همین آیه یگان آیه نگم آیه به نصیحت نیست، میگه که اوتا بچه نصیحت کرده. خدا ما را نصیحت داره. همه کار رنگ گشنگی چیزی بد نیست آخی. این آیت برای گشنمونی که هست خدا همین خیلی نوازش قدی گپ بزنه، میگه شما زیق نشوی، انا همینه. یکی از دکترای تفسیر گفته است که خیلی که کودک پیش دکتر میبیاره واکسین میکنن و کولش میکنن، اول میگه کودک فریب میکنه، نغمه میکنه یا کول سیخ میکنه و بعد از اون مولا میگه پیش ایت این همینم میگه همینم میگه روزم میاد. وقتی میگه خدا تو را میگه پیش اینم بود
زیغ نشو، دردش یکون ساعت پس تموم میشه، زیغ نشو. ایام معدوده بودن 29 روز بوده خوی. همین چی خیلی که دکتر کودک میگه فریب میکنه، اوکول میکنه، نوازش میکنه، بازی میداره، خدا میگه بندش هم نوازش کرده است. میگه که 29 روز این گذشت رفت اومد همینه، شما به قدر گشنه ها میرسه این میرسه، بعد از او خداوند میگه صیام. ولی ما همین قش تفسیر کردیم به فضل الله فردا بگه این برش با سر میکنیم.